فکر کن بری کنسرت یه خواننده آمریکایی و یهو ببینی دیجی علی صادقی خودمونه. باورش سخته، نه؟ ولی علی صادقی یکی از خفن‌ترین شخصیت‌های دنیاست. اون تو کشورهای مختلف اجرا داشته، با کلی از خواننده‌های معروف دنیا همکاری کرده و هر بار که به ایران میاد فقط به عشق مردمش و کسب و کارهایی که اینجا داره برمیگرده. خیلی‌ها نمیدونن اما علی صادقی از ثروتمندترین بازیگرها و سلبریتی‌های ایرانه. اون کلکسیونی از ماشین‌های لوکس و کمیاب داره که بازار ماشین برای بعضیاش قش میکنه. برای مثال تو برنامه جوکر هزینه کتی که تنش کرده بود حدود 800 میلیون تومان بود و کل استایلش بالای 3 میلیارد ارزش داشت. اون بعد از سریال معروف خانه به دوش مسیرش رو شروع کرد و حالا تو زمینه واردات و صادرات ماشین‌های لوکس فعالیت میکنه. چند وقت پیش نزدیک 900 میلیون تومان فقط برای یه سیستم خاص از آلمان خرج کرد و روی هایلوکس خفنش نصب کرد. ماشینی که فقط 2000 تا ازش تو دنیا وجود داره. اگه تو هم ازش خاطره داری، فکت فیکس رو فالو کن.